مهندس این همه هزینه کردم، الان ورودی ساختمانم شده مثل زورخونه، باید خمشی بری داخلش. دلیلش چیه؟ کد 0 در نقشه تا اشتباه انتخاب کردی. کد 0 مبنا در نقشه ها کجاست؟ بر اساس موقعیت ملک برای پیدا کردن کد 0 مبنا ما با 3 حالت روبرویم که پیچیده ترین حالت ممکن حالت سومه. حالت اول وقتیه که ساختمان لب خیابونیه که دارای جدوله. در این حالت کد 0 مبنا کد روی جدوله. حالت دوم وقتیه که زمین لب کوچه یا خیابونیه که آسفالته. در این حالت کد 0 مبنا روی سطح آسفالته. حالت سوم که پیچیده ترین حالت ماست، مثل اینجا مربوط به خیابون یا کوچه هایی که آسفالت نشدن و بدتر از اون که زیرسازی آسفالت انجام نشد. در این حالت کد 0 مبنا همون کد روی آسفالتی که قرار بعدا انجام میشه. خب حالا چجوری ما این کد آسفالت فرضی رو به دست بیاریم؟ باید مراجعه کنیم به ارگان هایی که مسئول آسفالت اون ناحیه هستن، مثل شهرداری، و کد 0 رو از اونا بگیریم. مشکلی که این پروژه باش مواجه شده اینه که کوچه آسفالت نشده، زیرسازی آسفالت هم انجام نشده و ناظر محترم اومده کد 0 مبنا رو بر اساس خاک طبیعی موجود داده و همین باعث شده که ساختمان پایین بیفته و ارتفاع در ورودی کم شه. اگه ویدیوی ما برای شما مفید بود، لایک و کامنت یادتون نره.